همه به من میگن وحشی، ولی به خدا من انقدر آدم خوبیم، انقدر آدم مهربونیم، انقدر مهربونم که یه خر رو میارم بهش محبت میکنم تا جایی که خود اون خر برای من ادعای پادشاهی. حالا چطوری؟ این موضوعی که میخوام بگم مختص دوتا قشرمونه، یعنی صرف فقط مال خانوم و آقا نیست. یارو رو از خاک و خون جمع میکنی میاریش بالا، بعد میای لول خودتو میاری پایین‌تر برای اینکه میگی به اعتماد به نفسش ضربه نخوره، لطمه‌ای وارد نشه، احساس بد بهش دست نده، فلان کارو نکنم حال این بد بشه، یه موقع خجالت بکشه. میاریش بالا تا اینجا. بعد بیناموز این بالاست دیگه، جنبشو نداشته دیگه، کسی نبوده تا اینجا بیارتش بالا. این بالا ارتفاع میگیرته، سرش گیش میره روی خودتو تگری میزنه. اینه وضعیت ما عزیزای دلم. توی استکان هیچ بنی بشری دریا نریزید. زمونه نامد.